سال 58 عوامل کمیته به خانه دکتر علیاصغر خدادوست یورش برده و پیروزمندانه چند بطری مشروب در قفسه مهمانخانه دکتر پیدا کرد. آنها به دستور حاکم شهر اسلام در شیراز ایشان را به همین سبب تازیانه زدند. از افتخار چشم پزشکی ایران و جهان چنین قدردانی کردند. دکتر علیرغم میل خود تصمیم به ترک وطن گرفت. خانه و کاشانه را فروخت و در سال 59 ایران را ترک کرد. در فرودگاه هنگام خروج به چند علنگو که در دست همسر دکتر بود ایراد گرفتند. گفته بودند که اجازه خارج کردن ثروت از کشور را نداریم. همسر دکتر علنگوها را بیرون آورده به سمت ماموران پرتاب کرد. دست دکتر را گرفت و گفت ثروت واقعی این آقاست که دارم از کشور بیرون میبرم. دکتر با درآمد یک روز خود دوباره آن علنگوها را خواهد خرید، اما شماها درک و فهم ندارید. با این حال دکتر سالی 2 بار به ایران میرفتند. بیماران بسیاری را رایگان جراحی میکردند. کدام مداح و آخوندی را سراغ دارید که نوحه رایگان، نماز رایگان و یا روزه رایگان بخواند؟ دکتر خدادوست اولین جراح پیوند قرنیه ایران و معروف به خدای چشم ایران، یکی از چهره‌های ماندگار جامعه چشم پزشکی بود. به احترام دکتر این پست رو لایک کنید، به اشتراک بذارید و برای دیدن مطالب بیشتر پیج فکتس واندرز رو فالو کنید.